اما مریم ایران دوست که همیشه جز اولینا بوده، امسال یه کار فوق‌العاده‌ای رو انجام داده. اون مرزهای نادیده شده رو بازم شکسته و یه حرکت خیلی خفنی زده که اسمش دوباره ماندگار شد تو فوتبال ایران. خب مریم ایران دوست همیشه جسارتش به نظر من مثال زدنیه و برای اولین بار تیم پیشکسوتان فوتبال زنان رو پایه‌گذاری کرده و واقعا این جسارتش ستودنیه. من خودم زمانی که بازی میکردم، یعنی شروع فوتبال، یادم خیلی از خانواده ها به دخترها اجازه نمیدادن که فوتبال بازی کنن. اصلا میگفتم فوتبال یه چیز مردونه است، اصلا دخترها رو چه به فوتبال برن قرمه سبزیشون رو بپزن. خب خیلی از دخترها حسرت به دلشون بود واقعا. من خیلی ها رو میشناسم. خانم ایران باعث شد که الان زنها حداقل رویاهاشون رو بازی کنن و این خیلی خوشحال کننده با وجود شوهر و بچه و خلاصه با سن بالا، ولی به هر حال یه مقدار اون حال و هواشون تغییر به نظر منم این کار خیلی قشنگ بود. امیدوارم که قشنگ توی همه شهرها جا بیفته و این اتفاق بیفته. ما اصلا کسی رو نداشته باشیم که حداقل حسرت اینو داشته باشه که نتونسته فوتبال بازی کنه به عنوان اینکه چون یک زنه این از این موضوع محروم بوده. دم شما گرم خانم ایران.